این ویدیو میخوام بهتون 5 تا فکت سینمای معرفی کنم که غیر قابل باورن. تا آخر ویدیو همراه من باشین، دکمه سابسکرایب رو حتما بزنید. فکت شماره 1: فیلم جنگیر. فیلم جنگیر در سال 1973 اکران شد و تماشاش برای بعضیا ممنوع بود. این فیلم موقع پخشش تو سینما خیلی از تماشاگران رو بیهوش کرد و از حال میرفتن و حتی میگن تو بعضی کشورها وقتی اکران میشد تو در سینماها، جلو در سینما پر آمبولانس بود برای اینکه مجروحا رو ببرن. جرأت داری ببینیدش یا نه؟ فکت شماره 2: فیلمی که در فضا فیلم برداری شد. درست شنیدی، واقعا این فیلم در فضا فیلم برداری شده. این فیلم در سال 2021 توسط روسیه ساخته شد و بازیگران و عوامل این فیلم ظرف 12 روز در فضا بودن. واقعا در فضا فیلم رو ساختن و چنین شاهکاری را خلق کردن. حتما پیشنهاد میکنم این فیلم رو ببینید. فکت شماره 3: حیوانی که بازیگر شد. شاید باورتون نشه اما بعضی از بازیگرای سینما اصلا انسان نیستن. مثلا فیلم کیانو نقش اصلی رو یه گربه بازی میکنه. بعضی از حیوانات مثل سگ و گربه ها دستمزدهای میلیونی میگیرن، یعنی درآمدشون از خیلی از افراد بیشتره. سگم نشدی. فکت شماره 4: گرانترین اشتباه تاریخ سینما. تو دنیای سینما اشتباهات خیلی زیادی میشه، اما اشتباهی که بیش از 25 میلیون دلار برای شرکت سازنده هزینه برداشت تو فیلم جاستیس لیگ بود. تو این فیلم سیبیل هنری کوئل بازسازی شد و این سیبیل 25 میلیون آب خورد برای اون سازنده. چرا؟ همزمان تو این فیلم هنری کوئل داشت همزمان یه فیلم دیگر رو بازی میکرد، بس دست زدن به سیبیلش هم ممنوع بود. به خاطر همین در طول فیلم سیبیلش رو بازسازی میکردن و نتیجه شد 25 میلیون دلار خرج. فکت شماره 5: فیلمی که مردم فکر میکردن واقعی بود. فیلم The Blair Witch Project در سال 1999 ساخته شد. این فیلم به قدری واقعی بود که مردم فکر می‌کردن اصلا فیلم واقعیه یا مستنده. این فیلم تنها $60,000 خرج داشت ولی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های اون زمان شد و یکی از دلایل این که مردم فکر می‌کردن این فیلم واقعی نیست پنهان کردن بازیگرها هنگام فیلم برداری از دید عموم بود و مردم اصلا نمی‌دونستن قرار همچین فیلمی فیلم برداری بشه و زمان اکران واقعا مردم حیرت زده شدن. این هم بود از ویدیو. امیدوارم دوست داشته باشین. توی این ویدیو 5 تا فکت جالب سینمایی بهتون معرفی کردم که مطمئنم لذت میبرین و اگه شما هم چیزی دارین تو کامنت برام بنویسین و اگه دوست داشتین پارت دومش رو حتما براتون میسازم. مرسی که همراهی میکنید. خیلی مخلصیم.